تقریباً 1 کیلومتر راه به سوی دهه خواجه اعلی را منفرش کردند. این راه را تا چند ماه پیش مردم دهه کوکترک ناحیه بادکند جمهوری قرقیزستان هم استفاده می‌کردند. ولی حالا در آن اساساً نقلیات با رقم‌های تاجیکی روان می‌کنند. ساکنان چارکوه میگویند برعکس سالهای قبل مردم همسایه به بازسازی آن مانع نشدند. همین راه کتی که بسیار عذاب میکشند مردم حقانی. من همین خدا خیر حاضرم حکومت محیطیت من همین مثال سرداری دولت هم همه کتی و آقاشون کتی من خدا بشکر روز تا ها باب شده کن ماشین ها بیمار را میرفتگی شدن مردم وقتش مثال کارش میرسد چیزی چی مقصدش کن همین خیلی ها. پیشتر این راه چنین وضع داشت و یکی از منطقه‌های دشوارگذر بود. از پهلوی آن یک جویباری بزرگ نیز از جانب قرقیزستان می‌آید و به دریای اسفره می‌ریزد. سال گذشته بر ضمن این راه دشوارگذر پل را نیز آب برده بود و مردم محل توانستند آن را از نو بسازند. کپرک سیل آمد گرفته برفت مردم قوی مردم چارکو خواجه اعلی و همینجا کتی حشر کرده حکومت با یاردم کردن مثال تکنیکای وای کتی همش حشر کرده دست جمعانه هم کریم دیگه کتی برابر مردم کتی کردن من کپرک هم خود شد. این راهی نو منفرش شده همچنین به سمت جماعت واروخ می رود. حالا نیز مردم تاجیکستان توسط دهه قرقیزنشین آقسو به داخل جماعت می روند. ولی به گفته ساکنان اینجا و چند نماینده رسمی ساختمان راه نو در صدد آغاز است. ساختمان راه را یک شرکت چینی به عهده گرفته است و درازی آن بیش از 4 کیلومتر خواهد بود. در حالی که حکومت و بسیاری از منصبداران تاجیکستان جزئیات سازشنامه مرزی را با قرقیزستان آشکار نمی‌کنند، یک نماینده وزارت نقلیات در سوخت ماه پیش به اختیار کدام طرف گذشتن چند قطعه‌های راه منطقه را شرح داده بود. پورا روی چارکو از اون ماشینگی فقط درآمد به واروخ و یک لایه کلانش ساز لایه تقریبا 255 میلیون سوم را تشکیل می‌دهد. شرکت‌های خیتایی، شرکت‌های ترکی و شرکت‌های ایرانی را ما گرفته بردیم اینجا. از حساب همون دریای با کمتر وای کرده همجا بلندای بتون کرده راهی نو می‌سازیم. بدون بارش بیمار رفت آمد کردم. یعنی به گفته ناصرزاده راه دهه خواجه اعلی و چهارراه‌های بحثی هم به حدود تاجیکستان گذشته فعلا ساکنان دو کشور از آن استفاده میبرند. پیشتر این منصبدار تاجیک به رادیو آزادی گفته بود که پس از بحث‌های طولانی تعمیر راهی بین دهه خستیورزی باباجان غفوری فی تاجیکستان و دهه‌های بارباردوک و ارقه ناحیه لیلک قرقیزستان را هم آغاز کردند. این شرح و توضیح یک مسئول وزارت نقلیات تاجیکستان در حالی است که با گذشت بیش از 4 ماه تاجیکستان هنوز هم منطقه‌ها و محل‌های تبادل شده را با قرقیزستان اعلان نمی‌کند. منصبداران قرقیزستان پیش از امضای سازشنامه بعضی جزئیات را آشکار کرده بودند. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته اداره زمین و گردیزی تاجیکستان روز 1 آگوست در پاسخ به سوال خبرنگاران این تصمیم را به ادامه نشانه‌گذاری سرحد پیوند داد. تاجیکستان و قرقیزستان بحث بیش از 40 ساله مرزی و ارضی میان یکدیگر را پس از نزاع و درگیری‌های زیادی که از هر دو طرف ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت در بهار امسال با امضای سازشنامه دائمی حل کردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی از منطقه‌های نزد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان.